Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inak darsi navbati mo چطور با گوگل تابلیتsa وارد کردنی ایمپورت کردنی تابلیتsa اکسل مرحمت بینید. این آینده در کار شما دورین میرساند. برای گوگل تابلیت رو میکشویم. وقتی کشودیم اینجا پوستور فایل هست در اینجا زیر میکنیم. استور فایل پیدا شدنش لازم نکنیم. انتظار میشه. اینجا تابلیتی ناب شده میشه. اگر ما خواهیم که تابلیتی اکسل ساخته ما بر اینجا وارد کنیم، یعنی برای از نو ساختن وقت ما رو میگیره، برای آسان شدن کار ما چیکار میکنیم؟ تابلیتی که در اکسل ساخته بودیم اون رو وارد میکنیم. برای این چی؟ ایمپورت رو زیر میکنیم. فایل میداریم، ایمپورت رو زیر میکنیم. باز نشون میدیم فایل میداریم، ایمپورت رو زیر میکنیم. وقتی که ایمپورت رو زیر کردیم این تابلو شده میشه. وقتی که در این تابلو شده میشه ما برای این زاگروسکا رو زیر میکنیم. زاگروسکا ویبریت فایل میگه، ویبریت فایل رو زیر میکنیم. ویبریت فایل آن بعد از کامپیوتر آن فایل خود رو چون کنیم میاریم. فرض کنیم ما میخوام آن فایل خود رو یافته اکسل رو نومنکلاتور رو ایتسین رو میخوام با گوگل تابلیت وارد کنم. تیار است. وارد میکنم. در این چیزا گوگل میره. در گوگل تابلیت فایل اکسل ما چی پیدا میشه. انتظار میکشیم. این چی شد؟ زاگروسکا شد. انا در گوگل تابلیت چی شد؟ نومنکلاتور ایتسین پیدا شد. ببینید با ما یگان خیلی دشواری نیست که از نو اکسل رو در این نوار کرده شیم. یعنی اکسل رو ایمپورت کنیم خودش در گوگل تابلیت هم چیز کشاده میشه. من در آن یگان سوال خود باشد در زیر نوار گذارید. این اگه نواری که به کسی یاری رسان من بسیار خوشحال میشم. با کانال آموزش شوید. در پانل خدا خیر تا بازدید.